بیشتر فرصت ندارم جناب. بله بگوشم. من زندانی به نام زاره هستم. بله 3 سال است که تو زندان عادل‌آباد شیراز محبوسم. من قاتل هستم. من در سن 15 سالگی مرتکب قتلی شدم. من از کردار خودم پشیمون الان هستم. شما ای مدافعان حقوق بشر، شما ای انسان‌های آزاد، منو نجات بدید. این یه اتفاق تصادفی بود. خواهش میکنم منو نجات بدید. من میخوام زنده بمونم. من میخوام آزاد باشم. من دارم آخرین روزهای زندگیمو طی میکنم. ممکنه هر لحظه منو به پوه چوبی دار ببرن. آیا خدا راضیه که من در 15 سالگی چشم جان ببندم؟ ای کسایی که صدای منو میشنوید، آیا کسی هست که به من کمک بکنه؟ من از شما میخوام که صدای منو به گوش تمام مسئولین برسونید. میخوام که منو نجات بدید. من میخوام زنده بمونم. چرا من فرصت ندارم؟ الان داره سرباز به میگه گوشی رو قطع کنید. من خیلی اصرار کردم، گفتم به من از خونه زنگ زدن، گفتن شماره دارن تماس بگیرید با سازمان هست. ظاهرا با اصرار گذاشتن من زنگمو بزنم. الان داره به میگه قطع. Goodbye, cruel world, I'm leaving you today. Goodbye, goodbye, goodbye. Is there anybody out there? Is there anybody out there?